برم خیابون یه ورق ملاتونین بگیرم، شبو بگیرم زود بخوابم. فایده نداره بشینم شعر بنویسم. یه دختر دیدم خیلی شبیهت بود. هیچی دیگه ملاتونین نگرفتم برم خونه ببینم چی میتونم بنویسم. قطره اشکا معطرش بدم که چیش منتظرم بکشمت به آغوشم و پریزه. من احساسم و فروختم این آهنگ با هم رسیدش و یه دی بکاسرم که به فرشه نرسیده. تو آسانسور و راهروهای اجاری میبوسمت، تو جمعیت میبوسمت، تو امنیت میبوسمت. ای شعرهایی واسط نوشتم یه بارم نخوندمش، تو مثل یاد و موجاتی مثل پیش رویاتی. مطمئنم یه روز میای خوشحال شم از دیدنت، هرچند شاید راضی نکنه احساس بودنت و معتادم به بودن نبودنت. ای مولا بابا زیاد کمپم میرم تو بیای، خدا بیامرز استاد شهریار رو واسن دیگه شده فوبیا. نیاره اون روزیو که کفم پیچم تو میای. این جنسا رو میزنم هر بار تو یکیه دیگه‌شم، این طلب تلاش زیادی تو یکی دیدشم، تو پرگتی و پاک نشدم دوتا رفیقت میشم، تا شیعه استعدادم و رو جنس زدن. این دراگون رو دام دراگا درگیر عزیزم، در انتظار تو تکون نمیخورم تا نمیرم. نیستم اصلا هدف تصوی نه قولی از احساس زیاده به تو بیاد شده، با احترام به کسایی که شعورش نرن. تو لیاقت یکی دیگه ست کنه، هنوز میکنم بعضی تو با دیرت شده.